روزی حضرت موسی علیه السلام در خلوت خویش از خداوند سوال کرد: آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خداوند گفت: آره، مرد قصابی هست در فلان محله، همنشین تو در بهشت است. حضرت موسی فردای آن روز به آن محل می رود و مرد قصاب را ملاقات می کند و می گوید: من مسافر گم کرده راه هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست، لحظه بنشین تا کارم تمام شود، آنگاه با هم به خانه می رویم. هنگامی که کار قصاب به پایان رسید، با هم روانه خانه شدند. و محض ورود به خانه، قصاب به حضرت موسی میگوید: لحظه تأمل کن. سپس به سراغ طنابی رفت که از شاخه درخت در حیات آویزان بود. آن را آرام پایین آورد. حضرت موسی با تعجب دید که در میان تور پیرزن رنجور و ناتوان نشسته است. قصاب با نهایت احترام او را بغل کرد، بر دستان و چهره اش بوسه زد، سپس با مهربانی غذا در دهان او گذاشت. بعد دست صورتش را شست و مرتب کرد و سپس گفت: مادر جان، دیگر کاری نداری؟ پیرزن گفت: پسرم، ان شاء الله که در بهشت همنشین حضرت موسی شوی. مرد قصاب رو به حضرت موسی کرد و گفت: او مادرم است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم، و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من میخواند. آخر چی دعایی؟ من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با حضرت موسی. حضرت موسی لبخند زد و گفت: من موسی هستم و تو یقینا به خاطر دعای مادرت در بهشت همنشین من میشوی.